آیا می دانستید مغزتان شاروال مخصوص و خودش را دارد؟ درست مثل بقیه قسمت‌های بدنتان، مغزتان هم باید دائما مواد زائدی که سلول‌ها تولید می‌کنند پاکسازی کنند. اینجاست که مایع مغزی نخایی یا CFC وارد عمل میشه. این مایع داخل مغزتان میچرخه و پروتئین‌های سمین مثل بتا آمولیت را که با آلزایمر مرتبطه شستشو می‌دهد. این مواد زائد از طریق رگ‌های CFC لنفاوی مخصوصی خارج می‌سازند. حالا کشف بزرگ اینجاست. سالها دانشمندان فکر می‌کردند این رگ‌های لنفاوی عمیقاً داخل گردن پنهان شده و دسترسی به آنها سخت بود، اما گروهی در مؤسسه پیشرفته علم و فناوری کره و تازگی شبکه پنهانی از این رگ‌ها را فقط 5 میلیمتر زیر پوست صورت و گردن کشف کردند. آنها یک کار ساده را امتحان کردند. با آرامی صورت و گردن موش‌ها پیر و جوان را فقط برای 1 دقیقه مساژ دادند. نتیجه چه بود؟ جریان CFC در مغزشان حدود 3 برابر سریعتر شد و تا نیم ساعت بعد از مساژ همانطور تقویت شده باقی ماند. حتی جالب‌تر که در موش‌های مسن‌تر سعی کردند که جریان کند شده ولی CFC-شان به سطح جوانی برگشت. همین اثرات در میمون‌ها هم ظاهر شد. و ایران بشنوید. محققا همون رگ‌های لنفاوی سطحی را زیر پوست انسان هم پیدا کردند. پس مساژ دادن صورت و گردن ممکنه یک روزی به مغز کمک کند تا مواد زائد را بهتر پاکسازی کند. علم هنوز در حال کشف جزئیات است، اما این یک مرز جدید و جذاب برای سلامت مغز است.